عزیز اینا برای فرمای عربی خریدن این میاد است 5 روبل در بسیار جواب 25 30 ریال در اینجا 5 ریال 5 تا انا رمولشم 5 تا واسه من تا میگیرم میپوشم شما در نشون میتیم این رمول شیخی رمول سرخ اگه ما با خاطری که برادران عزیز این چیزای این فرما در مغازین من شخصا 10 ریال کمتر نیست و نرخشم تو 100 یا 100 چند ریال است فرق کچساش کمتر شاید که فرق کنه نه که همین کچسا در مغازین 10 15 ریال است انا می کچسا در مغازین انا از میگم تو چند ای 15 25 ریال سر میشوه فاناتون با خدا برادرو فهمیده باشه اینجا این زنک میفروشه برادرو ما یک تا تیکش گرفتیم و یا تا دیگه چیش گرفتیم رمولشا انا سر فرما قطعی واسه محکم میکنیم انا که تو حالا ما خیلی سر فرما نپوشیدیم شک من یک از سبب افتاب بودن یک سر موسوق بسیار بعد یک شرفی افغانی پوشیده بودیم واسه باشه انا که شیخی اگر راست دیگه ما طرز دوستانش نمیدونیم چیکار میدوزن اما خیلی دوخته ایمش ولی اگه ما شیخ بیاریم با سر فرما را شوتر سوستر میکنم اینا برادرو اینا در پیش مسجد نزد مسجد رفتم میفروشن ارزون میفروشن در دیگه جا قیمت میشن نه که سبب ارزون فروختنشون هیچ کی نمیدونه ما خودمون هم نمیدونیم انا може остатка може дефект дора хаму ба ҳеҷ чизо аҳамият наметем барое ки мо намефаҳмем шояд ки ягон дефектиро бинем ки бигем ки биган ки дефект мақсад модаша иҷа бо сар либос салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарони азиз ҳамаи шуморо ният мекунам ки ва дуогӯи он ҳастам ки худоям бахшандаи меҳрибон дар солҳои оянда дар ҳамин ҷо бошед ина ҳамроҳи برادرمون دوملو اشونی انوار ما امروز همین جاییم این نوار رو برای اون گرفتیم که ما این نوار بخوریم شاید که آخرون باشد انشاءالله که با ما یک جاییم مهمان بیگرداند مثلا مهربان قدم های مبارک شما را در خانه خود نصیب گرداند دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان کل مؤمن مسلمان را در راه راست برای نجات و مستقیم هدایت دعا میکنیم که خدا بخشنده هر برادری که برادران ما که دست به دعا می‌بردارند خدا بخشنده مهربان دعاش مستجاب گرداند هر نیتی نیکی دارم و نیت نیکشان دعا میکنم که کل مردم مؤمن مسلمان را به این جای مقدس و این خانه خود نصیب گردان دعا میکنم خدا بخشنده مهربان هر جایی که ما قدم بردیم خدا بخشنده مهربان هر قدم ثواب عطا بگردان خدا بخشنده چپایمان اصلاح بگردان دشمنان دوست بگردان دعا میکنم خدا بخشنده مهربان دوستامون زیاد بگردان خدا بخشنده مهربان پدرشگانی ما و شما را طریق رحمت‌شایسته جنت بگردان زنده ها را در دست و پناهش نگهبان باشد و ایمانشان را مستحکم بگرداند دعا میکنیم که از یزدان پاک برای فرزند و فرزند سالم عطا بگردان برای بختان سری بختشان را گشاده بگرداند دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان نفرانی که از این دنیا گذشتن و شما میخواهید که نسبت آنها دعای نیک خدا بخشنده مهربان این دعای نیک شما را قبول بگرداند دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان هر نفری که آرزو کردن خانه خدا را خداوند مهربان نصیبشان بگرداند و اول و آخر و ظاهر و باطن و حال کل شیء قادر خدا بخشنده مهربان خدا قادر است به هر یک چیز قادر است خدا بخشنده مهربان خانه خدا نصیبشان بگرداند برحمت سلام علیکم دوستان عزیز ما در عربستان هستیم فراموش نکنید که ما همراه برگان تور هستیم و از همه شما خواهش میکنم پیشکی خواهش میکنم که слишком строго ما را سودید نکنید ما یکم را اومده هستیم شاید که در نوارها بسیار خطایی باشد یکی از همه شما احترامانه خواهش میکنم که سودید نکنید حق هم ندارید که سودید کنید تنها خداوند بنده را سودید میکنه با همین خاطر برادرها احتیاط کرده در کامنت‌ها نویسید که
дил як касиро хафа накунед, наранҷонед. Ба ҳамин хотир то бозӣ бошед. Бургантур до бениҳоят турҳои ба маънии ҳаҷ, сайру сайёҳат, хайр иншоалло ки шумо дар наварҳои мо мебинед. То бозид худоҳофиз. Чем гуфтан дар наварҳо нишон додан бо хубтар аст.